نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارova روز 18 مای سال 2022 در نشست خبریش که به شکل بریفینگ هر هفته برپا میکند موقع روسیه در مسئله رویدادهای اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان را هم بیان داشت. در انجام نشست خبرنگار خبرگزاری روسی اینترفاکس از زخارova پرسید روسیه به متشنج شدن وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چه به او می‌دهد؟ نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه جواب داد که گزارش‌ها درباره تشدید وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان مسکو را به تشویش آورده است. به نظر ماریا زخارova وضعیت را در شرق تاجیکستان افراد جنایتکار و افراطگرایان چنین تیز و تند کردند. سفارت روسیه در دوشنبه با مقامات صلاحیت‌دار این کشور در تماس دائمی است. بنا به اطلاع پیشکی در بین آسیب دیدگان شهروندان روسیه نیستند. مقامات تاجیکستان وعده دادند که برای آرام کردن وضع و تامین امنیت آن شهروندان روسیه که میتوانند در محل این حادثه ها باشند چاره‌های لازمی میاندیشند. نمایندگان اتحاد اروپا و سفارت‌های فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا هم شام 18 مای در یک اظهارات مشترک از گزارش‌ها عاید وضع متشنج و درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نگرانی عمیق کردند.